بزنه. خب دورخیز میکنه، حالا میزنه ضربهش رو و توی دروازه. اولین گل بازی از روی میاد برای زدن اولین ضربه پنالتی تیم فوتبال استقلال تهران. نفس‌ها در سینه‌ها حبس هست. مطمئناً تماشاگران بسیار زیادی چشم به این ضربه پنالتی، اولین ضربه پنالتی استقلال تهران دارند. خب نوازی دورخیز میکنه، آماده میشه برای زدن ضربه پنالتی. حالا میتونه ضربه رو بزنه نوازی و ضربه ای رو که میگیره فرناندز، دروازه‌بان پرتغالی فولاد خوزستان، اولین ضربه پنالتی تیم فوتبال استقلال تهران رو. احمد آل نعمه زننده اولین گل و در واقع گل تساوی بخش فولاد خوزستان پشت توپ قرار میگیره. آقای مسعود مرادی صحبت میکنه با روی خط دروازه بیسته. حالا دورخیز میکنه آل نعمه، میزنه ضربهش رو و به بیرون از زمین میزنه. رای به چارچوب دروازه استقلال تهران پیدا نمیکنه ضربه احمد آل نعمه. دورخیز میکنه برای زدن ضربه دوم پنالتی استقلال، میزنه ضربهش رو و توی دروازه. گل اول تیم فوتبال استقلال در کل زمان مسابقه هست. کاپیتان فولاد دورخیز میکنه، میزنه ضربهش رو، میگیره طالبلو، میگیره ضربه پنالتی علی بدداوی رو. هست که سومین ضربه پنالتی استقلال تهران رو خواهد زد. محسن یوسفی میزنه ضربهش رو و توی دروازه گل دوم استقلال تهران از روی نقطه پنالتی. استقلال 2-1 جلو میفته در ضربات پنالتی. خب جانواریو میتونه به توپ ضربه بزنه، حالا میتونه دورخیز بکنه، ضربهش رو میزنه و باز هم میگیره وحید طالبلو. این بار هم با پا گرفت وحید طالبلو. دو ضربه پنالتی بازیکنان فولاد رو با پا مهار کرد. عجب دروازه‌بانی کرد وحید طالبلو. به نظر میاد که آسیب هم میبینه، اگر نه که ضربه پنالتی پنجم فولاد خوزستان هم باید زده بشه. ببینیم به چه شکل کار خواهد کرد. آرش برهانی دورخیز بسیار زیادی رو هم انجام داده، میزنه ضربهش رو و توی دروازه گل سوم تیم فوتبال استقلال تهران از روی نقطه پنالتی. در ضربات پنالتی تیم فوتبال استقلال تهران موفق میشه با حساب 3-1 و در کل نتیجه مسابقه با نتیجه 4-2 حریف خودش